و مسئله ها و ونو قسم می کرد و می گود پادشاهی آسمو چی پادشاهیه کسی کر خوش جشن دوتی و پا کرد. او نوکره ها خوش کل کرد تا دعوتیان سی جشن خبر بکن، اما ونو نهاسن بیان. نوکری ها هنی کل کرد و گود و دعوتی ها باید سفره جشن آماده کردمه و گاو و گوسالی ها پروارمه هم سر بریمه و همه چی آماده و جشن دوت بیاید. اما ونو اعتنا نکردن و هر کم و را خوش و رتن، یکی و مزرعه و یکی هنی و تجارت خوش. باقی هم نوکریا اون گریتن و بی شرمی رفتار کردن و کشتن. شاه تش گرید، سپاه کل کرد و او قاتلیان کشت و شهرشون به تش کشید. بعد و نوکریا گفت جشن دوت آماده، اما دعوتیا لایق ندین. پس و میون شهر روید و هر کنه پیا کردید و جشن دوت دعوت بکید. غلامیا و کیچیا راتن و هر کنه پیا کردن ده خوه گن و خوشو آوردن، جوری که تالار دوت ده میمونیا پر بی. اما موقعی که شاه سی دیین میمونیا وارد مجلس بی، پیای ندی که جومه دوتی دور ناشت. دو پرسی ای دوست، سی چه بی جومه دوتی ویچه امایه؟ او پیا جوی ناشت. او سه پادشاه و همرایاش گود دست پاش بونید و وند تاریکی و در بونید، جایی که گریوه و دنو ریدن و ساهنه نه. سی یک دعوتی ها زیادن، اما برگزیده ها کم.